درود بر شما. امشب میخواهم درباره یک موضوع صحبت کنم که اگر اهل دنبال کردن سیاست خارجی باشید، احتمالاً این روزها مدام اسمش رو میشنوید، تغییر لحن و موضع. گاهی یک جمله از یک سیاستمدار، فقط یک جمله نیست، میتونه نشانه یک چرخش باشد. از مذاکره به فشار، از فشار به تهدید و گاهی هم از تهدید به اقدام. اما سوال اصلی این است: آیا واقعاً نشانه‌های یک بحران بزرگتر در راه است یا ما شاهد یک بازی چانه‌زنی هستیم که با ادبیات تندتر دنبال می‌شود؟ روی تصویر دیپلماسی یا فشار. در این ویدیو روایت مطرح شده در صحبت‌هایی که مبنا قرار می‌دهیم را به زبان روشن‌تر جمع‌بندی می‌کنم. اول اینکه چه گفته می‌شود که ترامپ بیان کرده. دوم اینکه چرا گفته می‌شود اختلاف روایت پیشرفت مذاکرات شکل گرفته. سوم اینکه مسئله نفت و تنگه هرمز در این تحلیل چه جایگاهی دارد. و در نهایت سناریوهای محتمل چیست، بدون هیجان زدگی و با نگاه واقع بینانه. در روایت ارائه شده گفته می شود که ترامپ موضعی تندتر نسبت به جمهوری اسلامی گرفته و به طور مشخص از روند مذاکرات ابراز نارضایتی کرده است. این در تضاد با آن چیزی قرار می گیرد که در همین روایت از زبان برخی مقام‌ها مطرح شده، اینکه مذاکرات رو به جلوست پیشنهادی، تصاویر آرشیوی نشست خبری، رفت و آمد دیپلماتیک، تیترهای رسانه‌ای با افکت محو. نکته کلیدی اینجاست: در سیاست خارجی احساس طرف مقابل گاهی از گزارش‌های رسمی مهمتر می‌شود. حتی اگر یک طرف بگه پیش می‌رویم، اگر طرف دیگر بگه راضی نیستم، معنیاش این است که گلوگاه مذاکره هنوز باز نشده. روی تصویر روایت یک پیشرفت در برابر روایت دو نارضایتی. حالا بیایید محورهایی را که در این روایت برجسته شده، روشن و دسته‌بندی شده مرور کنیم. پیام اول: نارضایتی از خروجی مذاکرات، یعنی چیزی که باید بدهند، نمیدهند. این جمله در فضای مذاکره معمولاً دو کارکرد دارد: یا واقعاً بنبست وجود دارد یا ابزاری برای فشار و گرفتن امتیاز بیشتر است. محور دوم: زمان و ضربالاجل. در این روایت اشاره می شود که ضربالاجل مطرح بوده و زمان در حال تمام شدن است. در دیپلماسی ضربالاجل‌ها گاهی واقعی‌اند و گاهی تاکتیکی، اما در هر دو حالت روی رفتار رسانه‌ها و محاسبات طرفین اثر می‌گذارند. محور سوم: هنوز تصمیم نهایی نگرفتم. این جمله معمولاً برای نگه داشتن گزینه‌ها روی میز است، نه قفل کردن مسیر مذاکره و نه دادن تضمین اقدام، بلکه ایجاد ابهام کنترل شده. روی تصویر نارضایتی، ضربالاجل، ابهام در تصمیم. بخش بعدی موضوع غنیسازی است. در متن مبنا گفته میشه موضعی بسیار سخت مطرح شده و تاکید می شود هیچ درصدی قابل قبول نیست. اگر چنین موضعی دقیقاً همین گونه بیان شده باشد، دو برداشت شکل می‌گیرد. برداشت اول اینکه خواست حداکثری برای امتیازگیری است، یعنی از نفت‌های بلند شروع می‌کنند تا در نهایت روی عدد پایین‌تر معامله کنند. برداشت دوم این که خط قرمز واقعی تعریف می شود، یعنی چارچوبی که با خطوط قرمز طرف مقابل همخوان نیست و در نتیجه احتمال شکست مذاکرات بالا می رود. براو پیشنهادی، تصاویر نمادین سانتریفیوژ، اتاق کنترل، نقشه دیپلماتیک. در همین روایت انتقاد از توافق‌های گذشته هم مطرح می شود. این نوع گزاره‌ها معمولاً فقط پیام خارجی نیست، برای مصرف داخلی هم کارکرد دارد، هم به طرف مقابل علامت می‌دهد، هم به پایگاه رای داخلی. حالا میرسیم به یکی از ستون‌های اصلی این روایت: نفت. یک استدلال تکرار می‌شود که بعضی‌ها می‌گویند اگر تنش بالا برود، قیمت نفت بالا می‌رود و بنابراین آمریکا وارد جنگ نمی‌شود. اما گوینده این تحلیل را رد می‌کند و می‌گوید آمریکا مثل گذشته به نفت خلیج فارس وابسته نیست و همچنین بستن تنگه هرمز ساده نیست، چون بازیگران متعدد منطقه‌ای و جهانی واکنش نشون می‌دهند. روی تصویر تنگه هرمز مسیر حیاتی انرژی، ریسک بستن واکنش چند بازیگری. اینجا یک نکته مهم برای حرف‌های شدن ویدیو این است: حتی اگر کسی با این تحلیل موافق نباشد، باید منطق پشت آن را بفهمد. منطق این است که اگر یک طرف احساس کند هزینه اقتصادی درگیری برای طرف مقابل قابل مدیریت است، آنگاه تهدید نظامی را جدی‌تر می‌گیرد، حداقل در سطح رسانه‌ای. پس نفت در این روایت فقط اقتصاد نیست، یک ابزار بازدارندگی یا تهدید هم هست و اختلاف اصلی سر این است که کدام طرف واقعاً دست بالاتر را داره. در ادامه در متن مبنا چند نشانه به عنوان علامت نزدیک شدن حمله یا تشدید تنش مطرح می شود، مثل تغییرات در خدمات سفارت، هشدار به اتباع یا تغییرات در پروازها و رفت و آمدها.
اینجا باید دقیق باشیم. این نشانه‌ها گاهی واقعاً معنای افزایش ریسک دارند، اما گاهی هم بخشی از مدیریت ریسک استاندارد در شرایط مبهماند. پیشنهادی، تصاویر نمادین، هشدار سفر، بسته شدن خدمات، نقشه منطقه. بعد از آن، بحث آرایش نظامی و نمایش قدرت هم مطرح می شود. اینجا هم دو برداشت وجود دارد: آماده سازی واقعی برای اقدام یا نمایش قدرت برای فشار حداکثری در مذاکره. تفاوت این دو را معمولاً زمان مشخص می کند. اگر با وجود نمایش قدرت مسیر دیپلماسی باز بماند، احتمالاً هدف فشار بوده. اگر کانال‌های دیپلماتیک بسته شود و پیام‌ها یک طرفه شوند، ریسک بالا می رود. برای اینکه ویدیو از حالت هیجانی خارج شود و حرفایی بماند، بهتر است به جای قطعیت دادن سناریو بسازیم. 3 سناریوی اصلی که از دل همین روایت منطق سیاسی می شود. چید اینهاست: سناریو اول، توافق حداقلی یا توقف موقت بحران، یعنی نه صلح کامل و نه بحران کامل، فقط خرید زمان. سناریو دوم، ادامه بنبست همراه با فشار چند لایه تحریم، فشار دیپلماتیک، جنگ روانی رسانه‌ای و شاید اقدامات محدود بدون جنگ تمام عیار. سناریو سوم، درگیری محدود اما پرریسک اقداماتی که ممکن است واکنش زنجیرهایی ایجاد کند و محدود هم میتواند پیامدهای بزرگ داشته باشد. اگر دوست دارید در کامنت ها بنویسید شما کدام سناریو را محتمل تر میدانید. اگر هم بخواهید در ویدیوی بعدی میتونم یک بخش جدا بسازم درباره اینکه کدام نشانه ها واقعاً هشدارند و کدام ها صرفاً روتکل امنیتیانه. ممنون که همراه بودید.